اگه دنبال یه گوشی کامل میگردید به نظرم پوکو F6 پرو خیلی نزدیک شده به این عنوان. حدود 35 میلیون تومان قیمتشه، فضای ذخیره‌سازی 512 گیگابایتی و رم 12 گیگابایتی. این ورژنیه که دارم در موردش صحبت میکنم. کیفیت ساخت خیلی خوبی داره، فریمی که از جنس فلز ساخته شده و پنل پشتی اون از جنس شیشه است. خیلی طراحی متفاوتی هم داره. نکته‌ای که در موردش وجود داره اینه که تا 4000 نیت روشنایی صفحه نمایشون میاد بالا، بالای 500 ppi تراکم پیکسلی، صفحه نمایش فوق‌العاده که هم گیمینگ توش خیلی لذت بخشه، هم تماشای محتوا خیلی کیف میده. واقعا صفحه نمایش درجه یکیه. صفحه نمایش میذارم کنار. یه چیپست خیلی خوب توی این گوشی استفاده شده، چیپستی در حد پرچمدارها، اسنپ دراگون 8 نسل 2 که هر گیمی رو به راحتی میتونید باهاش اجرا بکنید و از اجرای نرم و روون اون گیم لذت ببرید. فریم ریت خیلی قابل قبول رو توی گیم‌های مختلف میتونه بهتون ارائه بکنه. در مورد دوربینای اونم باید بهتون بگم که دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی داره، عملکرد خیلی خوبی داره. نکته مثبت در موردش اینه که توی نور کم هم میتونه عکسای خوبی رو براتون بگیره، پردازش خیلی خوبی روی عکس ها صورت میگیره. از بعد تصویربرداری هم خیالتون میتونه کاملا راحت باشه. با رزولوشن 8K و سرعت 24 فریم بر ثانیه میتونید باش تصویربرداری کنید، یا رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه. دوربین 2 مگاپیکسلی داره که واقعا خیلی به درد نمیخوره و البته دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی که ای کاش اینجا میتونستیم دوربین اولترا واید بهتری رو داشته باشیم. تنها نقطه ضعفی که داره این گوشی به نظرم همین نداشتن یه دوربین اولترا واید با رزولوشن بالاتر یا یه دوربین تلفوتویی که خب باید این نکته رو حتما در نظر بگیرید. باتری اون 5000 میلی آمپر ساعته. توی جعبه اون یه شارژر 120 واتی قرار دادن که خیلی سریع مجدد میتونید رو شارژ بکنید و به صورت کلی به نظرم گوشی پوکو F6 پرو ارزش خرید خیلی بالایی داره.